استاد شخصی که ایمانش قوی و مستحکم می شود شیطان با کدام طریقه نزدیک می شود به همین انسانی که تقوا دارد یا ایمانش مستحکم است؟ ابن الجوزی، ابوالفرج ابن الجوزی استاد شیخ سعدی هست. شیخ سعدی صاحب گلستان، در گلستانش کمتر نقل میکند از ابوالفرج ابن الجوزی. یک کتاب دارند با نام تلبیس الابلیس، یعنی چه خیل شیطان برای بنده ها وسوسه میکند، چه خیل آنها را به گمراهی گرفتار میکند، چه خیل حق را با باطل میپوشاند یا باطل را برای مردم چه خیل زینت میدهد. بسیار عجایب کتاب در بابش بهترین کتاب است. در آنجا آوردند که شخصانی که مثلا عرق نمی نوشند، زنا نمی کنند، صاحب ریش و نماز هستند، ذکر هستند، اینها را گاه ها به بدعت میبرد. گاه ها میگوید که تو فلان عمل را اجرا کن، فلان ذکر را 1000 مراتبه اجرا کن که فلان عالم همین ذکر را نمی کند. برای چه آن عالم آن ذکر را کند مادامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نکردیان، مادامی که دستور ندادیان؟ یعنی از راه بدعت می دراید. و بدعت چیزی که در شریعت نیست، بنده از پیش خود پیدا میکند یا کسی پیدا کرده است و بعضی ها آن کار رو دوام میدهند، این بدعت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کسی که در دین مقدس به چیزی رو پیدا کند که در دین نیست و به خودش مردود است، در اون ثواب نیست بلکه گناه است. و آدمی که بدعت میکند از بدعتش توبه نکرده میمورد غالبا. برای چی؟ برای اینکه وی گمان میکند که کاری خیر کرده ایستاده است. این یک نوعی گمراه کردن آدم‌های صالح بی علم، آدم‌های علمدار را غالبا از باب حسد می‌دراید. میگوید که فلان دوملا یا فلان عالم مقصد از تو دیده عالم‌تر است، مقصد همین خیلی فتنه ها پیدا میکند تا اینکه به آن عالم حسد میکند. یعنی اهل علم بیناشون حسد بود، کم شخصیت هایی بودند که حسد خود را فرو می بردند. خیلی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که ما خلا جسدون عن حسد ولكن الكریم یخفیه واللئیم یبدیه. یگان جسد از حسد خالی نیست، لیکن آدمی کریم و پنهان میکند، آدمی لئیم اونو آشکار میکند. حسد شیطان با حضرت آدم اول گناه کرد، سپس وقتی که فرمان داد که سجده کن سجده نکرد و اینچونی پیش از این کبر هم کرد. بنابراین حسد لله در الحسد ما اعدله. بعضی علما گفتن که خوشا به حال حسد، یا به عباره دیگر قندش زند حسد، چه خیلی هم عادل است، از خودش شروع میکنه. کسی اگر حسد داشته باشد در داخل میسوزد. وقتی که حریفش میبیند که الله تعالی برای پول و مال داده است، اگر صاحب تجارت باشد، یا علم داشته باشد و الله برای او علم دهد موفق کند، در داخل میسوزد. و وقتی که علامتش این است که در نزدش تعریف کرده شود همون حریفش، دیگر طبعش خیره میشد، در روش دیده میشد غضب و مجبور میشد به غیبت کردن. نه او کسی نیست، او شخص نیست. گفته همین گونه این حسد یک گناهی است که متعلق به تقدیر الله تعالی هست. وقتی که الله تعالی به یک آدم زیبایی داده است، یا مال داده است، یا فرزند داده است، یا علم داده است، یا هنر داده است، و این بنده همان نعمتی که الله برای او داده است بد میبیند، میگوید که باید به او نمیداد. یعنی که مضمون کلامش همین است، باید به او نمیداد، باید به من میداد، یا اینکه به دیگر کس میداد و شخصا به فلانی نمیداد. یعنی تقسیمات الله تعالی هر یک چیزی که اینو رزق است، علم، آبرو، مال، زیبایی، سلامتی، فرزند، اینا همه تقسیمات الله تعالی رزق است. الله تعالی به کسی چقدر خواهد میدهد با خواستش و حکمتش. وقتی که شما در یک کس همین بد میبینید، شما الله تعالی و کار الله تعالی را بد دیدید. میگوید که الله خطا کرد، یعنی که باید به همین نمیداد. گفتگی معنا را دارد. بنابراین حسد
بسیار گناه خطرناک است. ولی زنا نمیکند، دزدی نمیکند، عرق نمیخورد، لیکن از این جا میدراید. همین گونه یعنی شیطان تا آخرین لحظه هایی که بنده جان میسپارد کوشش میکند که انسان از راه بیراه کند. لیکن غیر از شیطان با دو چیزی دیگر است که انسان به هلاکت میبرد، دعوت به سوی گناه میکند. یکی آن از همه بدترینش، از شیطان هم بدترینش، این محیط اطراف. در یک جای زندگی میکنید که همه زنها هست، شما در بین 100 زن در یک کارخانه کار میکنید. اینجا مقصد شیطان نباشد، همون زنها خودشون از شیطان هم بدتر است. الله تعالی میگه این کیدکن عظیم، کید شما، حیلی شما، نیرنگ شما عظیم است، بزرگ است. الله تعالی میگه این کید الشیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیف است، وسوسه شیطان ضعیف است. شیطان اینقدر قوت ندارد. شیطان های انسی با قوت هستند. هم رفیقی بد، کسی که شما رو به نارکوتیک تکلیف کرد، یه بار خورد گفت سلامت میشی، یه بار خورد به مردی قوت و فایده دارد، یه بار خورد شمال میش رو، شمال خوردگی رو فایده میدهد، بسیار فلان کارها خوب میشود، گفته یه بار دوبار ترغیبات کرد. یعنی اینها شیطان های انسی هستند. کی مردم رو به ناز کشی تکلیف کرد، به سیگریت کشی تکلیف کرد، به زنا برد، دخترها رو کی فاتحن فروش کرد، همون دوگانه های بدشون. اینا کاری که شیطان نمیتوند اینا میتونن، چون که شیطان طبیعت جنسش دیگر چیز است، و از جنس آدمی نیست، و از جنس جن که هست وسوسه او ضعیفتر است نسبت وسوسه انسان ها. بنابراین الله تعالی وقتی که شیطان ها را ذکر کرد، شیطان های انسی را از شیطان های جنی مقدم دانست. شیاطین الانس و الجن، شیطان های انسی و جنی گفت. هر چیزی که الله تعالی در قرآن پیش میگیرد این معنا دارد. دو چیز اگر الله ذکر کند و یکی آنها را از یکی آنها بروقتر ذکر کند این معنا دارد. بنابراین وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در حج خود به کوه صفا برآمدند، گفتند که ابدأ بما بدأ الله به، من شروع میکنم عبادت را از آنجایی که الله شروع کرد. الله در قرآن ان الصفا والمروه گفت، البته صفا و مروه گفت. صفا را هر دوش هم کوه است، کوهی صفا، کوهی مروه. صفا را از مروه پیش ذکر کرد، منم گفتن از همین صفا شروع میکنم. گفتن مادامی که الله تعالی صفا را پیش گرفت، منم گفتن از همین صفا شروع میکنم. هر چیزی که الله تعالی پیش گرفت او یه معنا دارد. الله تعالی و من احسن من الله قیلا، کیست زیبا سخن کننده از الله تعالی دیده؟ نیست. بنابراین الله تعالی شیاطین الانسی و الجن، شیطان های انسی و جنی گفت. این دلالت می‌دهد که وسوسه شیطان های انسی و ضرر شیطان های انسی از ضرر شیطان های جنی بزرگتر و عظیمتر است و این واقعا هم همین خیلی است. بعد محیط اطراف، بعد خود نفس انسانیت هست. این النفس لاماره بالسوء. الله تعالی در سوره یوسف گفت که هر آینه طبیعتی نفس انسانیت امر کننده به کاری بد است، الا ما رحم ربی، غیر اون نفس هایی که الله اون نفس ها را رحم کرده است. چقدر که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم درباره شیطان ها گفتند که ها عایشه مگر شیطانت نماند؟ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم شبانه یک شب خستند، برآمدن از خانه عایشه، خواب بود. بعد عایشه رضی الله عنها از جا خست و از قفای پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت، با آن گمان که گویا پیامبر صلی الله علیه و سلم در نوبت عایشه به نزد دیگر همسرشان رفتند. خلاصه وقتی که دید که پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد بقیع رفته، در حق گذشتگان اهل بقیع صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند، در حق آنها دعا دارند در نصف شب. بعد وقتی که دید که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای خود را به آخر رسانده، برگشتنی هستند، از پیامبر صلی الله علیه و سلم تیزتر برگشته آمد و به جایگاهش در آمده خواب کرد، گویا که هیچ کاری نکرده است. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم از اون همسرمیش، از اون نفسی تیزی که میکشید، فهمیدن که از قفاشون بر آمده است.
و این چونین یک شب دیگه هم همین خیر شد. عایشه از جاش خست که جایگاه خالی است، دویده از جاش خستنی شد که ناگاه خانه چراغ نداشت. ناگاه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی گفته ایستادیم. پاک از پروردگار عالی من، در سجده بودیم، یعنی نماز تهجد خوانده ایستادیم. حضرت عایشه فکر کرد که به نزد دیگر زنشان رفتن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم ها عایشه شیطانت نماند؟ گفت که یا رسول الله من شیطان دارم. گفتن که بله. شما چی؟ گفتن که همه دارد، منم دارم، الا ان الله اعاننی فاسلم فلا یامرنی الا بخیر. فقط شیطان من همین که الله تعالی برای من بر بالای شیطانم یاری داد، شیطان من مسلمان شد، اسلام قبول کرد. فلا یامرنی، او مرا امر نمیکنه مگرم به کارهای خیر. یعنی در هر یک انسان قرینی فرشته هست به کاری خوب امر میکنه، قرینی شیطان است به کاری بد امر میکنه. وقتی که اذان شنید فرشته میگه که خیلی طهارت کن به نماز شتاب کن، شیطان میگه که حالا 20 دقیقه تا قامت هست کو نشین، حالا نشین. همین دو کس مبارزه میبرد. اما از آن پیامبر صلی الله علیه و سلم هم فرشتهشان هم شیطانشان امری به کارهای خیر میکرد. خلاصه انسان را سه چیز وسوسه میکنه: شیطان و محیط اطراف. مثلا در یک محیط زندگی میکند که زن نیست، در داخل یک کارخانه هست، برآمدن ممکن نیست، مثلا همه مردها هست، از کجا زنا میشد؟ نمیشد. یعنی محیط اطراف اگر چی نفسی همین بنده خواهدم همین چیز حاصل نمیشد. برای چی؟ محیط همین شرایط مهیا نیست برای همین گناه. یا عرق نیست در همین کشور، عرق خوردنی هست، دلش گم زده ایستاده است ولی عرق نیست مثلا. یعنی محیط اطراف انسان به گمراهی میبرد، شیطان و اینچنین نفس اماره به بدی خودش. همین طبیعت نفسش هم به کارهای بد میخواهد، کارهای مشقت نمیخواهد، راحت میخواهد، لذت میخواهد. این نفس، کسی که بالای نفسش حکمران شده است، لجام نفس خود را به دست گرفته است و اینچنین الله تعالی را شناخته است و برای خود شرایط مهیا آماده کرده است. البته در کشوری که یا در منطقه‌ای که پوری گناه است، در آنجا زندگی کردن خطر دارد. اگر به گناه که نرفتید، به کثافت آنها هم احتمال است که گرفتار میشید. حضرت عایشه رضی الله عنها گفتند که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که حالی از زمانه میشد که مردم برای ویران کردن کعبه به سفر میبرند، نه با مقصد حج و عمره، با مقصد ویران کردن خانه کعبه سفر میبرند. فاذا جاءوا ببیداء من الارض، وقتی که به یک صحرای از زمین رسیده آمدند، یخسف باولهم و آخرهم، از اولینشون تا آخرینشون زمین آنها رو در هم میکشد، با خودش میکشد. بعد حضرت عایشه گفتند که یا رسول الله، اگر در بین آنها و فیهم اسواقهم و من لیس منهم، در بین آنها شخصیت هایی بودند که بازارچی بودند، یعنی تاجر بودند، و شخصیت هایی بود که شاید با مقصد حج بود یا با مقصد عمره بود، نه با مقصد ویران کردن کعبه. مثلا در داخل یک هواپیما 200 نفر هست یا 300 نفر هست، هر کی با هر مقصد وارد کعبه میشد. اونایی که با مقصد نیک بودن چی؟ یا رسول الله گفتن که یخسف باولهم و آخرهم، از اولشون تا آخرشون همین کاروان همش زیر زمین فرو میرود. ثم یبعثون علی نیاتهم، سپس روز قیامت طبق نیت هاشون زنده میشن. نیتش خوب باشد جزای نیک میگیره، نیتش بد باشد جزای بد میگیره. ببینید، لیکن از سبب آنکه در بین مردمی بد است، بلا عمومی آمد. حدیث ها اینش اقرار میکنند. وقتی که الله تعالی بعضی فرشته ها رو میگه که روید فلان قریه فلان دیه را چپه گردان کنید، فرشته ها میگن که پروردگار در بین اون دیه آدمی صالح هست، شبها نماز میخونه، روزه میداره، از گناه پرهیز میکنه، حلال و پاک است. الله تعالی میگه از خانه همون شروع کنید، لانه لم یتمعر وجهه یوما من الایام، چون که و یک روز در راه الله غضب نکرد، یک روز در رویش غضب پیدا نشد. وقتی که دید که مردم عرق نوشی میکنن، مردم زیناکاری میکنن، مردم حرامکاری میکنن، به خاطر الله یک روز غضب نکرد، یعنی نصیحت نکرد، وعظ نگفت، آنها را دعوت نکرد.
از خانه همون شروع کنید. واقعا در بین مردمی که مردمی پر از گناه زندگی کردن این تاثیرش واقعا میرسد، به شما نرسد، به همسرتون، به همسرتون نرسد، به فرزنداتون میرسد. بنابراین از این سه چیز باید دور باشید. فقط از شیطان نیست، شیطان این ضعیفترین اینها هست. محیط اطراف، نفس اماره به سو و این چنین شیطان. اگر این هر سهش یک جا شود واقعا برای بنده باید مشکل می شود. الله سبحانه و تعالی از بدی نفسی خود و از بدی محیط اطراف و از وسوسه های شیطان رجیم ما شما و جمله مسلمان ها را محفوظ بدارد. آمین یا رب العالمین.